با مقصد جلب بانوان به طرز حیات سالم همساله در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین مسابقه های ورزشی دایر گردیده تعداد دسته ها و ورزشگران تمایل افزایش دارند. دسته والیبال باز دختران ولایت مختار کوهستان بدخشان مایه افتخار نه تنها ولایت بلکه جمهوری بوده. از پیروزی های آنها بانوان الهام تازه گرفته بیشتر به نمود والیبال توجه خاص ظاهر نموده ایستادند. با در نظر داشت تا رفت وسیع گردیدن مرتبه والیبال میان بانوان همساله مسابقه های مربوطه دایر گردیده ایستادند. با تشبث رئیس ولایت و شعبه کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مسابقه ورزشی از نمود والیبال بین دسته های بانوان زنان ولایت به راه مانده شده. بازی ها در تالار ورزشی مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی صورت میگیرد. ورزش کفیل صلح و سلامتی اساسی هر یک شخص به شمار می رود. از به همین خاطر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت برای ترغیب طرز حیات سالم جلب نمودن بانوان و مشغولیت های تربیت جسمانی والیبال را بین اداره و مؤسسه ها دایر نمود. در روز آغاز این مسابقه 5 دسته مؤسسه و اداره ها بین هم سبقت نموده. هر یک دسته کوشش می نمود تا غالبیت را به دست آورد. البته آمادگی کامل، دسترسی به تکنیک بلند والیبال بازی عامل پیروزی دسته ها خواهد داشت.